الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترامات خدمت شما بیننده‌های عزیز. امیدوارم که در نقطه و مکان این کره خاکی هستین جور صحتمند و سر حال باشین. شما را دوستای عزیز خوش آمدید میگیم در این روزنامه برنامه ازمو تا پایان برنامه خود ازمو باشین. که کلگی شما گفتی آقا سلمان که یک رنگ دوستا دیگه من بخیر برم طرف انفی بندر خونه دیگه رو اون جمع دیگه ویدیو رو هم اینجا آغاز کردیم دوستا. بعدش هم یک سری قصه هایی داریم. امیدوارم که شما تا پایان از برنامه خدمتتون باشین و نهایت لذت رو برسونیم از مادر قل زیبا، مادر قل کمرک، نام مربوط به جاغورین زمالستون شاید خبر ندارم. همین دوستا عزیز بگو گفتین همی کیه؟ مثلا کی الله شلوارت خیلی قشنگه. دل مشه دید دوزی پس نهید ما زیاده جوش کنم. قشنگه نه؟ خیلی قشنگه. لطفا بیا در دروازه رو بسک کنید. سلام خان بابای. سلام دوستای عزیز، خدا کنه که جور و صحتمند باشیم. خوش آمدید به برنامه ازمو. امیدوارم تا آخر برنامه با مو باشیم. خیلی تشکر. چیز بگی یکو پکایی هم بگیم، خبر ندارم که خوش اومه یا نه. بگی دیگه یک نفر بود صبح رایی شد رفتن بازار. دیگه نفر بود کجا بری؟ سر رای شد. یک نفر هم قریشی گفت برو از بازار خر بخرم. گفت انشالله بگی. گفت انشالله نمیخواه. خر در بازار پول در جیب. خود رفت. این رفت در گنج خلاصه اینجا رسید. خوی یک دن خر خوش کرد اینجا بایش قیمت کوتاه کرد. دست در جیب شد که پیسهش بده سهل کرد که پیسه رو دوز برده. شرمنده و خجالت سن خانه اماد امون صبح امون نفر که سر رای شدد گفت که فلانی خر خریدی؟ گفت نه انشالله. گفت چیکه؟ گفت پول دوز برد انشالله. گفت خدا تو خراب رو کسی با که ما گفت انشالله بگی. تو گفت انشالله نمیخواه پول در جیب بخر در بازار. دوستای عزیز از این داستان باید نجر بریم که انشالله باید بگیم نه اگر خدا بخواه. خیر آدم از خدا طلب. خواهی انشالله یک سلام کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بسم الله الرحمن الرحیم. خوب از نام بسم الله خدا. الرحمن الرحیم. دوستا سلام، چطورید؟ خوبید؟ جامانشون خوبه؟ بخیرید؟ وقت خوشید؟ جور سالمید؟ سر کارید؟ خدای بزرگ شما رو وقت خوش کنه. وقت خوش جان جور سالم باشید. در کنار فامیل خود دل خوش باشید. موفق و کامیاب و فیروز باشید. تشکر. ما دعا رو مریض داریم مریضاش به شفا بده. شما مثلا مار دعا کنید که ما مریض مار خدا شفا بده. جور شما الهی امین خدا کل که شفا بده هر کسی مریض البته. سلام درود خدمت شما خوبان. امیدوارم که جور و صحتمند سر حال باشید. خوش آمدید در برنامه امروز عزیز. تشکر. دوستا دیگه سلام درود بیننده عزیز. امید که کلیشون جانجور سالم وقت خوش و خوب و خوشحال و صحتمند باشید. عزیزای بیننده خوش آمدین در ویدیو جدید از ما. دوستای ناظرین ویدیو رو تا آخر دنبال کنید که امید تو خیلی برنامه قشنگ و گرم و صمیمانه بلدشم گرفته. باز این یار تو خورکه خوشگل که سلام داد. باز ما بلدشم بگیم که برنامه از چه قراره. تشکر. به نام خدا دوستای عزیز سلام. خدا کنه که جانجور و صحتمند سر حال باشین. خیلی خوشم دیدن در برنامه امروز است. به نام خدا دوستای قن سلام. امید که کلشون جانجور و سالم موفق باشید. خیلی خوشم دید در برنامه. خدا شما نگاه کنه. بیننده عزیز دیگه گفت یک برنامه اما تو قشنگ و جالب بلدشون بگیری. دیگه این ششته کلکم جمع شدی. برنامه را از خیلی شروع کنیم. تو خاطره های جالب از قدیم که دیره یک شعر ضرب مثلا هر چی بود دیگر کس به اندازه توان خو فامیلی محمدی بلدشون مگهش موسیقی که خاطره های هر نفر گفتنی هایش بلدشون چیز خلا دیگه. از کی شروع کنی علیرضا جان؟ بابایی که از خود گفت نه؟ از آبای شروع کنی میت قرقره گفته موریس شیر می را باید گفتن آجه همزو شیر زیاد میگفتی ما دیاد من در نخناسانم خاطر میکردی همزو تخت سلیمان و تو خوبه یا دیاد دسته؟ فکر کنم اگر هر زمان دیاد باید خبر که لیلا تو خوب خاطره جالب نقل کنم دوستا. البته خیلی وقت بود نمیفهمم شاید فکر کنم صنفای 2-3 مکتب بودم.
بازمون خوار کلان نه کس تشاور نکردن هنوز خانه بود باش مردم نمیفهم در بین تابستان بود بین چی یادم کم در بین دیگه گفتگو بودی دیگه چیه مرز جنجال هست جنجال کردی در بین هاتی ما بازی آتیم خبر شد آتا یک خبر شد دیگه گفته که شما چیز بعد در بین آردشیم کار داشتیم چیز تقسیمه باز ما این سر از مقا شد آتا سر از مقا شد گفته که چیه مقصر توی ماست من یا مقصر توی بازی مار گرفته گفت پیش ما گیر کنم شاید سر از قاشنو و مقام که دیگه تکرار نکنم مثلا چی نکنم بازمی ما پیش خانه بودم دیگه بابای ما را 3 دفعه گرد گوشه پیش خانه بلو تلو دوندک که گیر کنه را یا شاید منظورش بود که یک چوب دیم در سر مایا یا سر مقال خواهد از میکنم نمیستم چیز نبوده خیلی چیز بدنزم خیز و سپاس شد بس تلو بلو قار آته خوب بلجی گده گیر میگه تو را چفا بزده ما دیگه قارس از ما بالم داد که ما یک دفعه گم شده پسیم 3 دفعه می تلو بلو گرد گوشه خانه ما دوندک بابای گیر نتنست ما را اگر گیر که شاید اصلا قار بجده یک سنتی میزد که تو نابسندی چرا یکی البته وقتا ما خود بودم سنفا یک تو بیلا بودم فکر کنم ریزابتم چوست بودم دیگه دایدم کردم بلو مرا دایدم کردم پس تلو من خب بابای ما بالاخره گیر نتنست 3 دفعه دوند گرد گوشه خانه تلو بلو گیر نتنست آخر که ما گفتم خدایی که گیر نمیتونم بیش از چون از زینا زیاد سرعت ام نوبله دایدم کردم سرشو پیش فکر کردم گفتم میرم که شاید ما خطاشونم گفتم بیام یک کار دیگه کردم برم تای باغا گم نه تاشش بازی مسیر تغییر بدم شاید خوب تمامش نباشه باز رفتم طرف تای باغا دویدم دیگه آتیم از پاس اومد از پاس اومد ما رفتم یک دانه توت بود تای باغا ماشاءالله توت از ما زیاد بلق داشته پرجوش بلق داشت اما اینجا رفتم چوس بودم دم شخ توت بالشتم گفتم اینج که برو خاک مار گیر نمیتونه باز رفتم دم شخ توت که بالشتم امید کم مندد کی چی شد آتیم ما موقع که ما کم مندد دم شخ توت برسون دیگه آتیم از پاس اومد سال که شخ توت بالشته از وقت اینج خود دیگه فهمید که دیگه ما شخ توت بالشته نمیتونه میر گیر نمیتونه ما ماشاءالله رفتم دم کوکولی تو دمون شیشتم دیگه راحت دمون شیشتم گفتم که مار گیر نمیتونه ولی شیشتم خدای کار کنه یا آتیم گفت اگر تو گیر کنیم شو دخانه بایی و خدا دیگه خوب تو جزا میدی به خاطر از اینکه تاس خودم رو هاتیخ که مار نزد دم شخ توت بالشتم من شیشتم خدایا صدها اون شیشتم دیگه تا نشدم چیز کار کنم یخی بیت مار خواب گرفته چون تابستان بود هوا زیاد گرم بود آخر گرفتم یک می چادر یک دانه تا تایباغا بود باش مسکی بود چون قطعا خود چادر خود بود امی چادر را باز تاشتم شخ تو چادر گرفت خود دستای نازنین ما هم یک سر چادر گرفتم در توت بستک تو یک سر دیگه می چیه کمر بستک تو مکم گفتم می در خواب برم من می چپا نشم همین فکر آخر می کم کم چون تابستان هوا گرم بود که خواب رفتم دیگه معلوم نیست تا چی موقع تو شخ توت بود دیگه این خانه والا بیچاره گو این قصیات مثلا آتیم که ناراحت شده گفته خو یکی کار کدک بشت باز دیگه باقی خانه والا یک ناراحت شده همون روز که از گسته با تا بیکار که این طرف بگرد تو این طرف بگرد لیلایش تا خانه نیا خدای دیگه جاشته شاید دختر کجا خبر نداره که شخ توت گمشت باز ما انت شاورمون شیشتم یک دفعه از خوابی داشتم و زمان مالا و خروک از کو اومدک تایباغا مش نزدیک بود یک صدای جا که چی مالا و برگو خرو یا کشیدم صدای نزدیک یک دفعه بیداش مک سایلم بر شام شده و یک دفعه متوجه شدم که ما امروز چی کار کردم از اینجا چادر را واس کردم دیگه تاشتم گفتم خدا وکیلی بس خانه برو خیر را اتفاق افتاد باز از اینجا که آمدم خانه دیگه شو خانه آمدم دیگه خوب شد آتیم پس سر کار نشد خلاص رفت دیگه چون خود بودم فهمیده که زوزاده دیگه خوب باید ترس خوردم یا خوب خندوار خاطر ساشته یا با آتای بچه میاد چی منده نمنده بایی بچه آتای یاد منده نمنده نه یاد نمنده یاد نمنده دیگه دوستانی خاطر از ما امیدوارم که مورد پسندشون باشه برای دوستا قدر کامل بگید خاطرش مو خدا نگرد دیگه دو خورکت تا خاطرم آمد این شعر هم تو جالب روز از اینترنت آوردم البته درباره خسرو مادر امور بلدش میگیم تا که یاردو خاطرش دیگه چه باز ما آخر کار دیگه خاطرم از خود خود نمیگیم از کامرامن از آلرزا جان رو میگیم که خوب خنده‌آور است بون لطفا جان زنگم ده ما بخوانیم شعر قبلی بخونم خب دوستان شعر درباره خسرو مادر البته ما دروازه رو بسته خوب شد خدا نکنه قصد توهین در قصد مادران نگرم اگرم احترام دارم بازی شعر خیلی جالب بود از خاطر بلدش میخوانم میگه خسرو مادر دارم خیلی کلاگوی خسرو مادر دارم خیلی کلاگوی مرا قد تخت پشتیم زد منی جوی مرا قد تخت پشتیم زد منی جوی قدر دو پای بله گرده ما برشد قدر دو پای بله گرده ما برشد خیال کدو مردو اقره ما برشد بله گرده خیال کدو مردو اقره ما برشد دیگه خیلی جالب بود این روز پیرا رو در ویدیو بخوانم
امیدوارم که کلگی خوشم نشه. البته بخشش باشه. آره خصوص مدرک بود کلوبای هست دیگه اون زوراور هست دیگه بچه خب خیلی یک شیر بود دیگه. یک شعر دیگه البته. شعر دیگه لطفا دیگه شما دو گل دختره گو خاطره داره؟ بگین خجالت نشین. این مجور بیل خب اختیاره. خنداورش بگین که خب بخندی. ما در اینجا پیش رسی بودیم خب از اینجا محمد رضا بود دیگه ما رو خواندیم کردم کلی که کار داشت از اینجا ما دست محمد برو کدم از اختر در پیش مجید رای کدم میگم باشکو میفتم بانست از روش نه از اختی همون چشت مکرانی پختک دادی چشت بود دیگه از اینجا ما دم خانه از نه دگلی چه برو کدم رفتم خب از اخترم نخوردم اشتم از اینجا از اخت کی آبه مزه خبر شد دیگه کل ما بردم از اخت آجم رو خدابه ممم روشی بردک سرشه بردک باشم در که بسام کرد از وقت ما دم نه آخر گه خورد دادم دو طرف از وقت بکاش تا شام شد دیگه از زق دی فایزه ما اید جمع دیگه ما دم اینجا خواب نرفتم دیگه تاس خورد می‌کرد اما دیز خزد ما کمک آس گرم بودیم یاد تاس خورد علی فرار از اون جابه ما دم برده خوب شد دورز کی. ترس خورده بیچاره من خورد خورد خیلی جالب صد خوب بانه داد ما بر ندام کی بر داد جمعه خان تاوس بانه بهشی رفته جمعه خان تاوس از اون مستوى بکی با خدا با قرآن خدا باشید غرض نکردم خیلی شب در مورد بیت سازدار اگه بانش سرگاه هم تا چی چاشت کم ده جیبای خز مکرانی پخته پر بگردیم شنانم نیست رضا بودم و شار بودم. هم شب رفته بین خور خواه بوده دیگه خیلی جالب بود من روی خمینه خور برده بود نخورده بود و چه چی حس داشتی مکرانی پخته من جیب خشک زدی؟ هم تاس خورد دو مقدار گوشناش شد بیچاره خیلی جالب بود دیگه فایزه تو مگه خاطره داری؟ ما یک دنا خوب بگید یک دیگه؟ خداره دیگه خوب شکر اما انزوکا که رضا بودم فیلم توی آبیخ کسال میکردم از وقتی او توی میکردم ماچ کردیم از وقتی رضا که رضا بود توی میکرد دور دور مامایم دمنی پرگو نسو میورد سو میگفت از وقتی آبم دبانم فتونی توی از وقتی عاطفه از وقتی ما کچاشت از وقتی عاطفه رضا بود عاطفه گفت ما دو جای مسابقه میسم گفت گفت چونو توی از وقتی نداره مور بازی میدمونی یا کی خوش که رضا داده خصوص رضا بود دو زمان یا خمی گفت که در ویدیو کی آبیز یا پر آبیلی موقع تو 3-4 ساله دون خیلی چخنه بودیم باز در ویدیو است که هم تو سیسو خیز کدوم خودگوی چخنه پرگون مرگونم سرشتم باز زوزا بلی از علی گرفته تا همه در کدومش که خونده خوشیار میشد که فیلم سعی می‌کرد یا وایم که کموده توی آبی قطعاتی نمی‌بوده خود علی یقدر جگر خون بود. یقدر متوای ما دا کجای مزختی را باشه فاضلی نشون میدادیم که توی خسان رو گفتی توی نمی رو خدا چوب شما باور می‌کردم خیلی با تشویش بود که دیگه بسته است ما در جای ما نیم آره دیگه یار مرکم بازی می‌دادم مو کریما در ویدیو بودم یار میگفتی که شین می توی بازی کچا شد مفهمید که مونی دیگه مور بازی دیده دیگه که بنزی طرف خیلی داستانی غم‌انگیز آره خیلی جالب دیگه ویدیو چقدر شده ما بگیم ویدیو من ده 4-5 دقیقه دیگه خب دستا آخر کارش یک ما یعنی خاطره بگیم از خود خلوته نمیگیم از علیرضا جان کامرامین ولی از امجی بگیم علیرضا حدوداً مچم 3-4 ساله بود چقدر بود البته خیلی شوخ بود علیرضا در از گیخت دیگه بود چوست که خیز میکردی سو بغنجله هم بود کلی لگه هم بود خوب شد بود دیگه آتشی باز دستا اوقای تا 3-4 ساله بود از ایران هم ده تو بازی علیرضا قد از خیلی سم بود نوبله قول قدر مرافت میمادک نوبله قول از قول خیلی دراز بلنده باز اینجا گفت قد آتش تا خانه نقلم که ما علیرضا امروز بغل کد بردم نوبله از او سر کمدن دستا باز دپال یک نسنگ قاده که چدریم و سنگ انگیرو میگه خیلی بلنده علیرضا میگه که راسته از وقتی بدل آتش میگه مار میگه که آتای قنجقت یک توره بگیم تو بسقط کس امروز نگی خب آتش میگه خب بگو علیرضا جان میگه علیرضا میگه ما پارسال که ریزه بودم میگه سر اینجا قاده بالش دادم دمزی بلندی میگه که باز یک نه خدا رحمت کنه که پیرمرده اغلازمو بوده باز او گفته که آقای استاد در کور افتاد پس خواشه از سر بلی خر خواشه و یک گفت ما در سنگ انگرو بلی قاده استاد بودم از سگ نسای ممو کمات قدم خر بار خر شد در پیش امز قاده که رسید گفت ما امز بلوک چوب کدوم
اصلا خدا و حدودا باشه چند متر بلند اندازه یک ساختمانی 3-4 طبقه دوستان. علیزا گفتم ما 2 ساله 3 ساله بودم گفتم زنج توپ بودم اما مستقیم ده بلیغ بار خرد از آقای استاد دیگه من توپ بودم دیگه قد آتیخ یه جریان گفته باز آتیخ هم تکیک دیگه گفته خانه قدش کس نگیره دیگه فهمتم کمی فکر کنم خود درو آتیخ هم دروغ بودم بخاطر تکیک بوده دیگه خانه نگه که شاید اعضای خانواده بوده اعتبار که کس نداره. توی خور نگده خدا خود ترو بار پرتا دیگه بودی. اما وقتا خودشم در فکر بوده دیگه چند گفته امیاتم شاید باور کنه که از ایرانم خد خانواده بود شاید یا باور نکنه از خود تکیک بوده که خد دیگه نگی خب بازم مشارکت کردم گفتم خدیگاه نگی خب یکم دروغا ثواب دیگه از خاطرات جالب دیگه خیلی ویدیوی قشنگ بود خلاصه دوستان بلده شما خاطره ساشتم مو این مال حس قشنگ بلده دیده که در گذشته سفر کردیم که ما خیلی خوشحال شدیم دیگه امیدوارم که دوستام در کامنت باز دوستا خاطره خوب این بکنید ازولای بود بچه یکر بود دیگه نوسه سروال خیلی بلدیل آدم شیریه دیگه اش بخیر بود مطب کراییم شد محتاجه ما دیگه خیلی نمخورم و یاجای بخشه خدا که ما بخشه از ایدم نه لاغو که یک لشتری چند خوراک داشت در سر گاز و یاجای پختم کدوم یک کردروغا رو مقام کردم لشم کدوم و یاجای مخورد بزختم مطب مرفت دیگه خیلی خوش نداشت بود بخشه مراجعه نه هنوز من خوش دارم اونمو عدد تازگاه بود بچه شیر مجای بخشه مراجعه بخته بگذار عجایرم کجایی ما خوش همون داره در سر گاز در روشی که نمشد در سر گاز یک دار باشد یک مشتار بختم کدوم یک دروغا میشتم تر میدادم 2 قاشق شیر سپاشید مطب نزدیک بود اسم رافی مشهد نزدیک بود خودتون مطب نگاه نزدیک بود اونمو عددتون بود دیگه خیلی نمیخوردی اونو رو اول بگی ما بعد سو مراجعه بختم بوگه تایسد کرد نه میگم بعد سو مراجعه بختم تو همین بگاه صاف کرد بخته که بخشی آجای و آجای کاش تو بخته کنی ما که گفته دیگه خیلی زن راضی شو برد دیگه ربط قطک برد سه بود مراجعه بختم کیف تو بخشی از ما و آجای بخته که ما تو رقم متعدیه بیدیم نه اوه ها بخشی یادگاری هیچ کلا شک رقم متعدیه بیدیم بخشی یادگاری که من نگاه کو که تا نگاه کو اوه شک چه قشنگ آقای کجا پیدا کرد کجا بود موشید اینی که اصلا دیسکشی داماتی با بیتی اوه بشه تایی دم را ایرمو نگاه تا کن تیس نگاه دیده یک بکس تر نگاه کن که بکس با تل جان بکس ریواج بوده اینی آره کس من بکس پول منش میشت پول منش میشت یک دنه بکس باشه یادگاری نگاه کردم که تاجیکوش که میگه سودا کو دیگه ما بود از سودا کو ما تست جور کم نشته اون مر مال پیدا نتونستم که میوردم مورا یک وانمورا ما باشه تو تست نگاه کردم از دامتی تو یک انمی دیسکش از دامتی نگاه کردم که تو دیستای تو بجام شکل چک پاروان بودی گوشت داشت تا دیست که نشته میاد تست کرده اینی لیلون که نگاه کردم من گل واری باید لسه خطی هم دیگه نگاه برای کده یعنی 45 سال اور سیاردیم شده 5 سال ما تا 45 سال ما نیرویت گل واری نگاه کردم دیده کمزا یک عتیقه یعنی آثار باستانی یعنی ما بود تو ایتار استریج ایرا چیزای چوغ باشد مخرا استریج من بسم الله الرحمن الرحیم دست سکن نصیح زیاد دوست داریم اینجا لگه دو قطعه بسیم ما سودا نمونه سالکو آجی تالوزا جان چیز تو دوست داره تو داره بچه داره بچه کن نداره بخشی نصیح تست نگاه ما نگاه دیر ما نگاه ما من نصیح رو میدیم باز نصیحه که ویدیو بگیره نصیح نگانی خود تو سفر دایم موری کنی فیلم میلم کاری از این سال دیست منی رقم کنی ما تا تست ما نگاه کردم تشکر آجای جان دست نه خوب نوام هست نه سکن دست تشکر خواهش نو دیگه بلده نصیحه هم اگر نگاه که یادگاری بگی ویدیو بگیره چشم زندگی یادگاری از مرد نگاه تشکر حتما دیگه چیه خودت هم اون بگم که تیر میشه دیگه چنل تو ویدیو که میلی گذاشته از درآمد چی خاطره مونه نه نره دیگه ویدیو هم زیاد نشد دوستا تشکر که تا لحظه هم رو دنبال کنید لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره ویدیو رو دنبال کنید ویدیوهای بعدی از من هم سعی کنید در زیر این ویدیو خوب قدر کامنت قشنگ از جزگی از خاطرات برین دیگه دوستا دیگه امید که خوش من داره تا برنامه بعدی خدایا رو نگهدارتون